د خبریال کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. میرویس افغان د کارډیف ل کرکټ لوبغالي نه تاسو سره وصل د هیواد وتلې سندرغاړي وتلې هنرمند اریانا سعید را سره ده او اریانا جان نن دلته د خپل لوبغاړو د خپل ملي ټیم د افغان اتلانو د ستاینې لپاره راغلي ده. اریانا جان هڅه کوي چې د نورو افغانانو په څیر د افغانستان ټیم بازي وګټي او خوشاله ده ودې ته د دې دغه ټولي هڅې پایله او نتیجه نن داس ولا چې تر ډیره حد پورې په لوبغالي کې شالو به هم سلی ده. اریانا جان خبریال.com ته په خیر راغلاستئ. څنګه و په لومړي سر کې تاسو د کرکټ د پیل د ورلد کپ د پیل تر اوسه پورې لمر سره د کرکټ بورډ سره کرکټ لوبغالو تر راځي لومړنۍ چې تاسو د اوپنینګ کاوه موجود واستئ د اوپنینګ یا سرمنی پارتی کې څه احساس مو درلود؟ زنده باشین. میرویس جان اجازه بدید ما یک سلام بگویم برای تمام هموطنان عزیز ما، کسایی که ما را از طریق از پیج این لحظه میبینن. سلام احترام بر تمام شما هموطنان نازنین. عیدتان مبارک. خدا کنه که همگی یک روز خوب و خوش داشته باشه. میرویس جان ما واقعا بسیار افتخار بزرگ بر ما بود که ما چانس از این داشتم که یک قسمت از این ورلد کپ باشم یا جام جهانی باشم و از مملکت زیبای ما نمایندگی بکنم و قسمتی از کریکت تیم ما باشم که واقعا افتخار بزرگ برای افغانستان ما هستن و نمایندگی از مملکت ما در دور دنیا میکنن و یک افتخار بزرگ است که افغانستان ما تیم ما برای اولین بار کوالیفای کردن که در جام جهانی باشن و من افتخار زیاد داشتم که همراه میرویس جان عزیز یک جای در اوپنینگ پارتی و یا در محفل افتتاحیه‌شون باشم و بسیار یک برنامه جالب بود، بسیار برنامه خوب بود. البته از ده مملکتی که امسال بازی میکنن یک لژندشان کرکت لژندشان و یک سلبریتیشان آمده بودن که ما و میرویس جانم من حیث دو نفر از طرف افغانستان بودیم و بازی‌های بسیار دوستانه داشتن که خود ما کرکت بازی کردیم. خیلی جالب بود، واقعا افتخار بسیار کلام. کرکت خیاط دارید؟ والا کرکت یاد ندارم و تا روز خدا کلمه کمک کرد. ما خبر شدیم اگه میگه که اریانا اگه چیز نبود اریانا جان اگه هنرمند نمیشد کرکتر فعال میشد و کرکت بسیار خوب میفهمه. اون روز شما بسیار خوب بتینگ کردین و تشکر. چطور؟ میرویس جان ما کرکت از طفولیت میدیدم همیشه. بسیار بر ما بازی جالب دلچسب بود. یادم میبینم بسیار خوش دارم برعکس خانم‌های دیگه و کرکت خوب صحیح میفهمم که کل گیم چه رقم است چه قسم حساب میشه ولی خودم بازی نکرده بودم ولی آشنایی بسیار کامل دارم برای کرکت. ولی امروز که خدا جان ما کمک کرد ما و میرویس جان و مقام سوم گرفتیم در بین دو مملکت. بسیار عالی و بسیار جالب است که یک کس کرکت بتانه و بفهمه. ما و شما صحبت میکردیم، شما بهتر میفهمین و این بسیار جالب بود به ما که یک هنرمنده که ما اصلا فکر نمیکردیم شما به این اندازه کرکت میفهمین. درنو لوستونکو اریانا جان په کرکټ باندې ډیره زیاته پوهیږي او د دې خاطر څخه د دې ته کرکټ خوند ورکوي راغلی ده. کله چې راځي لوبغالي ته خپل لوبغاړي ویني یعنی چې میدان ته راځي او خپل لوبغاړي ویني یا د هغوی سره مخامخ کېږي یا د خلکو احساس ویني خپل لوبغاړو ته تاسو څه احساس کوئ؟ بسیار افتخار میکنم واقعا. همین خود سپورت کرکت فوتبال طبعا همین بازی‌های بزرگی که ما در افغانستان داریم واقعا بهترین خوبی که داره اول که مردم ما رو یک جای میکنه. واقعا کرکت وقتی شما ببینید یا ما در مابین انگلند هستیم در انگلستان در لندن و هفته پیش ما در بریستول بودیم و به خاطر کرکت به خاطر تشویق یعنی قهرمانای ما تمام افغانای ما از شورای دور از سادها درایو میکنن میاین یک جای میشن زیر یک چت بر تیم خود چیر میکنن و چیر میزنن و تشویق میکنن. واقعا ما همون احساس دارم بسیار افتخار میکنم و تیم خود که میبینیم که اینا در یک کامپیتیشن بزرگ یعنی ده بهترین تیمای دنیا که بسیار تف از همراه از اون مسابقه که اینا کوالیفای کردن که اینا بازی میکنن
چه افتخار بزرگ برای افغانستان است. واقعا ما در لباس خود نمیگم جو واقعا فرق میکنه. دا خو ډیره د فخر خبره ده چې افغان زلمی یو داسې ځای ته رسیږي چې نن د نړۍ پر هر تلویزیون که نه وي پر هر دوم تلویزیون باندې ښکاره کېږي شاوخوا 2 اربه در امیر موج شما شیشتین این یک لاونج است که مربوط تمام تیما بچه ها رو برای ما یک عکس بسیار کلان خود شهزاد جان بندستک که یعنی میتونست از یک تیم دیگه باشه از یک مملکت دیگه باشه مگر افغان خود ما می اول که در مال مامور دیدم گفتم واو شهزاد جان شما را از جمعی دیدن خب سلام علیکم برسه بله تیر ځل تاسو په ډیر کراود کې واسطه په برسټل کې او برسټل ته ډیر زیات خلک راغلي وو کله چې تاسو راځئ دلته کرکټ ته د کرکټ لوب خپل ځانم په خلکو کې ورکوئ بله صد ما در بریستول که آمدم اتفاقا انتخاب رو داشتم که در لاونج VIP باشم و یا در بین مردم باشم باور کنین که ما انتخاب کردم که بین مردم باشم برای اینکه در اونجا برای ما جالبتر است خوشایندتر است که افغانای خود میبینیم از نزدیک و امروزشان اینتراکشن داشتیم گپ میزدیم عکس میگرفتیم واقعا بسیار برای من دلچسب بود و من خودم واقعا هیجانی بودم وقتی کرکت ما سال میکردیم افغانا که تیم ما بازی میکردن واقعا هیجانی بود بسیار شما هنرمند مردمی هستین در این شکی نیست مردم میفهمند ولی تمام مردمی بودن یک گپ یاد محمد گذشته چند ریسنتلی مسئله که سر حجاب خسته بود و مردم ای گپ میزد که یا مردم ای را میگفتن په پښتو به وایم بله ځکه پارسي خلکو دا فکر کاوه چې اریانا جان یې ولې پر حجاب باندې نیوکه یا ولی یو تنقید ونه که دلته پر تاسو تنقید سوی تاسو میرجع من اگرچه بعد از امو گپا کشیده بود دوباره آمدم به فیسبوک پیج خود یک ویدیو گذاشتم و تمام چیز بر مردم اکسپلین کردم که موضوع چی بوده. یعنی ما وقتی که از حجاب صحبت کرده بودم منظور اصلی ما از سوء استفاده از حجاب بوده. ما دوست ندارم مثلا که یک خانم حجابی که اسلامی است اون را بپوشه در سر خود و در زیر از اون حجاب خود اجازه بده که هر کاری که میکنن دلش بخواه بکنن. اون سوء استفاده از حجاب منظور ما بود. استفاده از هر کار از هر کار بعد است. منظور ما او بود شاید امکان داره که ما امی گپ خدا شاید در قالب جمله که گفته بودم مردم مثلا دوستندین کردن ولی ویدیوی ما که 50 دقیقه ویدیو اصلی 50 دقیقه بود ما کامل چندین دقیقه در این باره صحبت کرده بودم و جمله دوم من این بود که دقیقا این جمله را گفته بودم که البته ما کلگی نمیگم منظورم کل خانمان نیست و مادر خود را چادر میکشه این گفتم گفته بودم و فقط گفته بودم که خانمایی که سوء استفاده از حجاب میکنن و میفهمید میرمز جان آجا ما فکر میکنم ما را یک کمک متاثر میشیم که حتی ما باید خود اکسپلین کنم برسیم من 10 سال میشه میرمز جان که ما بر زن افغان خدمت کردیم شما باور کنیم که ولی در 10 سال که کدام جمع که زدین و کم زنده باشین یعنی هیچ قابل سوال نیست که آریانا بیای او خانمای دوست داشتنی افغانستان که ما واقعا احترام دارم برشون واقعا قهرمان هستن جنگیدن با زندگی با مشکلات تمام مادرها و کلانترین سپورترهای ما میفهمید که طبقه خانم هست و ما امیر رقم آهنگای ما برای اونا که خواندیم پشتیبانی‌هایشون کردیم ولی ببین مردم بسیار زیاد هستن میگم چیز خنده‌دار براتون میگم ما بر حسیب جان گفتیم یک روز گفتیم در این موضوع حجاب که خیلی یک گپ بسیار خوب شد حسیب جان گفت چی؟ ما گفتیم برای اولین بار مردای افغان آمد از زنها دفاع کرد گفتن که آریانا تو زنهای ما نتیگه گفتی اینی که بسیار خوب شد واقعا که مردای ما دفاع کنند برای مردم خوش هستم دور از شما باشه نه میخواین که موضوع رو بمانیم مشکل است در جایی که شما قرار دارین علم یک بسیار یک طبقه هنرمندا مخالف شما شدن نمیخوایم که نامای کس را بگیریم ناراحت نشن از که شما یا از شما
ما فکر میکنیم یا مردم فکر میکنیم آیا صرف موضوع حجاب یا موضوع دیگه هم سرشان بود از بین خب موضوع ایجاب کاملا علایقه بود. بین ما و هنرمندا مسئله ایجاب نبود. او یک مسئله اصلی و جان که متاسفانه چندین سال است، نو نیست. یعنی ما خودم شخصا امرای از اون مشکلات بسیار زیاد دیر کردیم. بار اول نیست که مثلا سر ما حمله شده، مثلا هنرمندا لایف رفتن پای تا و بالا گفتن، بار اول نبودن. و من فکر میکنم دلیل اصلیش رقابت ناسالم است. مثلا زمانی که یک هنرمند نتونست با هنرمند دیگر رقابت سالم بکنه از طریق موسیقی، باز اونا مجبور میشن که برن یک موضوع دیگر گرفتن به یک بهانه دیگر بخواین که رقابت بکنن و یا هنرمند پایین بیارن برابر لیول خود. متاسفانه همین گپا بوده، ولی مسئله حجاب کاملا علایقه زمانی که څه وخت یو بل نقطه په لاس ورسي بیا دوی له هغې نه ګټه واخلي بله تاسو باندې اگزکتلی، به خاطر که میخواین با تاسف نام من بگیرن که مثلا ویدیوشان دیده شده یا سر زبان ها بفرن. اصلیت هم چیز هست ولی یک چیز نو نیست، از چندین سال ادامه داشته، ولی ای که ما همیشه آرام بوده این چیز نگفتیم مسئله شما است. برطانیا کې ژوند کوئ بله او لندن کې ژوند کوئ. په لندن کې په ځانګړي نه غواړم زیاده کوم په ښه سیمه کې ژوند کوئ. څنګه احساس کوئ چې کابل ته لاړ شئ یا هلته وئ؟ کابل افغانستان جان من است. میفهمین ما اینقدر افغانستان دوست دارم. همیشه برای فامیلایم برای دوستان میگم وا خطا میشن. من میگم من اگر انتخاب داشته باشم در بین افغانستان زندگی میکنم. متاسفانه که این دقیقا نمیتونم این کار کنم. شما میفهمید که شرایط افغانستان یک مکسی هست، مشکل است مخصوصا برای شخص مثل من. بلکه که وقتی که ما اونجا میرم کاملا بندی میشم. چایدری را پوشیدم میتونین ولی بیرون رفتن کاملا بندیدم و بین اتاق خود باور کنید من ستاره افغان میرم. یعنی 6 ماه ما بندیستم مطلق. اگر من یک کمک زندگی نرمال می بود، من این بیال انتخاب ما اول بود افغانستان زندگی کنم. اینا قدر من جر دوست دارم و اینا قدر لذت میبرم از افغانستان. افغان میندې زموږ شاوخوا له بده مرغه 100 جنازې هره ورځ کېږي. 100 میندې بریږي، سوونه خویندې بریږي، خو ورارې کېږي، وروڼه له لاسه ورکوي. څه پیغام لرئ د جګړې ښکېلو غاړو ته چې په جګړه کې راښکېل دي، د هغوی دپاره څه پیغام لرئ؟ مردمی که جنگ میکنن در بین متاسفانه بسیار متاسف کننده است. چی بگویم واقعا بسیار جگرخون میشدم که مردم خود آدم خود آدم بخیزه خون خود از بین ببره و مردم خود از بین ببره. اگر یک جنگ بین یک مملکت دیگه و مملکت ما می بود باز میگفتیم یک مسئله. واقعا بسیار متاسف کننده است که مردم خود ما در بین خود جنگ دارن و این جنگ 40 سال شده. واقعا همگی جگرخون است، همگی خسته است، واقعا با دل بسوزن بالاخره. و این تمام مردمی که از بین میرن کشته میشن کش بندای خداست. باید از خدا ترس داشته باشن واقعا. و بالاخره باید درک شود که تا وقتی که جنگ در افغانستان ادامه داشته باشه ما هیچ وقت نه پیشرفت میکنیم نه یک زندگی سالمی داشته باشیم، بلکه به خود پیش از آدم. د اوربند غوښتنه مو کړې ده کله؟ د سیز فایر غوښتنه مو کله کړې ده؟ ما خودم تا حال نکردیم. ما خودم ولی نمی‌کنم. چی بگویم؟ باید میکردین از مردمی که جنگ میکنن در افغانستان. کاش که اونا گفتی مرا گوش کنن. کاش که گوش کنن. من از خدا دیگه چی میخوام؟ ډیره مننه آریانا جان، ډیر زیات تشکر. ژوندي اوسئ. ډیره مننه چې خبریال.com ته مو وخت ورکړ او خدای دې خیر درکړي. خدای دې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي او خدای دې هیڅ په موږ وګټي. آمین. سلامت باشئ. مننه ژوندي اوسئ. تشکر.